فابریکه های تولیدی و صنعتی در ولایت غزنی افزایش یافته است. فابریکه داران در این ولایت میگویند که با آمدن امارت اسلامی کارهایشان رونق پیدا کرده است. این صنعتکاران همچنان خواهان توجه بیشتر امارت اسلامی در قسمت حل مشکلات آنان است. کیفیت بسکوت خود ما انشالله زموار هستیم، نظر در پاکستانی، ایرانی، ترکی، در کل کشورهای همسایه ما انشالله چالش میدیم که کیفیت 100% خوب، کیفیت عالی است. لیکن از اینکه تولید ما گاز و برق قیمت است، دیگه تولیدات ما نظر در کشورهای همسایه بلند تمام میشه. در قدم اول که یک پارک صنعتی باشه، دمی پیشریزی دمی ساحه ایجاد شود خوب است، از طرف دولت به این توجه کنه. در بخش دیگه نظر به چیزی که میبینیم ما مصارف برق زیاد است. مثلا سرما مردم در مویر دوری پول برق زیاد میاد. بعضی وقت برق نمی باشه ما از جنراتور استفاده میکنیم که فعلا شما مشاهده کردید. زمانی که برق نباشه ما از جنراتور استفاده میکنیم و تیل و برق مصرفش هست. در همین حال کارگران این فابریکات با خرسندی از ایجاد زمینه کار برای آنان از دیگر تجاران و سرمایه گذاران میخواهند که به خاطر رونق اقتصادی افغانستان در کشور سرمایه گذاری کنند. شال خب بیاد بیاندازیم به خاطر از اینکه مسافرت نمونیم، در مملکت خود هستیم، به خاطر رفاه کشور خود اینجا کوشش مونیم تا که کشور خود ما رفاه شود. دیگه تعداد کارگرای ما تقریبا در 7 تا 10 نفر میرسه. اینجا مصروف کار هستیم، اینجا کار مونیم، همه ما خوشحال هستیم دیگه، اینجا مصروف کار هستیم. از سرمایه‌دار همینیم که شرکت‌های بیشتری درست بشه، کلا که جوانان ما بتونه کار بکنه، بتونه مسافر نباشن، به کشور کار بکنن. خیلی رزیم کلا. غزنی یکی از ولایت‌های تولیدی و صنعتی است که بیش از 140 کارخانه خرد و بزرگ در این ولایت فعالیت داشته و اخیراً فابریکه تولید آرد در شهر غزنی به بهره برداری سپرده شد که برای ده‌ها جوان زمینه کار مساعد شده است.